گایز یه دونه ساسوگه که ببینم خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با مرشو. کجا میدونستم میخوام کار کنم؟ وای چه خبر؟ هیچ وال گرما. آقا امروز اومدیم توییتای رو بخونیم که مردم به گندگوزی بقیه جواب دادن. پس همین الان ویدیو رو لایک کن تا دعوا نشده. برو بریم. چگونه درآمد دلاری داشته باشیم؟ 37 نمره. بریم به خارجی ها کون بدیم. راست میگه. خب آره از یه طرف داره طرف منطقیه. راست میگه. منطقیه دیگه. دوباره اومدم عرق خونه عموم، تو اتاق دختر عموم خوابیدم و این صحنه جلومه. فشار با موفقیت وارد شد. دست گلای دلار و گل. حالا من اینا رو ببرم خونه همون میله شیاف میشه واسم. من همیشه برام سوال بود جدی، این دخترایی که مثلا همیشه یه دسته گل انقدی دستشون اینجوری نگاه استوری میذارن اینجوری. آره تو دستم اینجوری کن. دستم اینجوری. اون یکی دستت اینجوری. عالی. یا جلوش اینجوری میگیرن نگاهش دارن میکنن یا اصلا حواسشون نیست. بعد چجور اون دسته گلو میبری خونه و اون بابات بر نمیگرده بگه که ساناز بهم داده برای آره ما هم خریم. کتاب نمیخونی؟ نه بابا اینقدر بدبختی دارم که وقت نمیکنم. شاید هم واسه همین انقدر بدبختی داری. اگه کتاب بخونیم دوباره موهایمان در میاد. یارو کچله. علیرضا جون داداش نوکرتم. وای نه علیرضا بخاطر اینکه اتفاقا کتاب زیاد خونده موهاش ریخته. شاید من آخه داخل شرطی بودم. موهات ریخته کامه؟ موقعی که داشتم بخش دی ان ای رو داخل زیستو میخوندم پشمام ریخته بود. الان سان سولار بهش میگن، چی بهش میگن؟ سولار سان بهش میگن. این انرژی خورشیدی که دارن استفاده میکنن. علیرضا کله‌شو خیلی خوب میتونن. آره میتونی بذاریش تو مثلا یه آرایشگاهی باشگاهی چیزی که نور اونجا رو فراهم کنه. ببین تو کلاب و دیسکو هم میتونی کار کنی. اینجوری بعد بتابه. آره میتونه. بیچاره اون ماشین پشت سری که به تو چه نور بالا میده. اسکان. همین علیرضا کچل میشه. داداش بشین. من موهای خودم و موهای همه چیز زیاده. احمقانه ترین کاری که دو نفر بعد از تمام شدن رابطهشون میتونن بکنن اینه که با هم دوست بمونن. آدم عاقل یه اشتباه رو به یک شکل دیگه ادامه نمیده. این کتاب اشتباهاته. 100 بارم بخونیش داستانش هیچ وقت عوض نمیشه. پس با اکساتون بر نگردید. خبر کوتاه بود و پشمریزون. گردشگران نوروزی به اهرام ثلاثه ملایر حمله کردن. اصلا همین واژه اهرام ثلاثه ملایر خودش کوتاه و پشمریزونه. تو تحریما دیگه خیلی خود کفا شدیم. پشمای کره شمالی ریخته. مگه ما اهرام داریم؟ قفنیم ما اهرام داریم. داداش من شاید باورت نشه یه چند کیلومتر از اصفهان خارج شدم، بعد رفتم یه شهرکی بود برج ایفل توش بود. همون وای من چند وقت پیش دیدم که برج ایفل هم تو ایران داریم. بابام و من 6 ساله. تو ماساژ نمیدادی؟ وای من تمام اعضای خانواده رو ماساژ دادم. مگه میشه ماساژ ندی؟ همه اعضای خانواده و حتی فامیلای نزدیک و دور رو ماساژ دادم. ببین من میپریدم روشون، یعنی کامل قشنگ با پا میرفتم روشون. بعد مثلا چند کیلو بودم؟ مثلا 30 کیلو بودم. دقیقاً. مثلا ناراحتیش همینجا بود که اینقدر زور دستات کم بود که میگه با پا برو. من موقع فکر میکردم مثلا خیلی خسته است. نگو نه من ضعیفم. سوراخ اون من لب 80% دختر صورتی تره. باید مشتریات بگن تا باور کنیم. امین دیلیت اکانت کن. امین جان شما خودت تو آینه میبینی؟ ولی به نظرم فرق بین 18 سالگی و 23 سالگی خیلی بیشتر از 5 ساله. نه
من الان زدم تو ماشینم تا همون 5 سال. خیلی ما اینجا خیلی منطقی برخورد کردیم. من احساس میکنم مهم بدون اینک دودی راستیه. من دوست خوبم که اسمشو نمیگه. بچه واقعا یه موقعی یه چیزایی میگید آدم به عقلتون شک میکنه. خب ما که نمیتونه چیزی بگه چون آب میره تو دهنش، باید درش بیاری اسمشو بپرسی بعد دوباره بذاری. فرزند اول خانواده ایرانی بودن اصلا جالب نیست دوستان، توصیه نمیکنم. چیکار کنیم الان برگردیم به تخم‌ها؟ راست میگه دکتر برگشتی مگه من انتخاب کردم؟ مگه طرف انتخاب کرده که چندمه؟ انگار مثلا ما تو صف وایسادیم که اول من برم حتما دفعه بعد من دقت میکنم که اینجور مسائل اتفاق نیفته. ببخشید مجید، عذر خواهی میکنم. آره مجید جان، 99% دخترها نمیتونن اسم این ستا رو بگن. اسمشون رو بگم میکنیش تو کومنتر. خیلی برای دختر حال جدی این میشه دنباریک، این میشه انبرده است و این میشه سیمچین. شاید باورتون نشه ولی همین یه انبرده است کار همه این ستا رو میکنه. آره واقعا آره، چون اون پایین سیمچین رو میکنه. آفرین دقیقاً. این حجم از تغییر بهروز از پایتخت 6 تا 7 منطقیه. ژانر سریال علمی یا علمی تخیلی نیست که، ژانر سریال تخمی و تخمی تخیلی است. داداش تو یه سریال کمدی داری میبینی که مثلا 10 ساله داره مثلا ساخته میشه و 7 ساله داره ساخته میشه، اصلا منطق به چه درد تو میخوره؟ اونم سریال کمدی. سریال کمدیه و بازیگر عوض شده دن سریال. تا ابد تایپ هم مردی که صبوره، مسئولیت پذیره و با عرضه است، فانه و ناز کشیدن بلده. تا ابد سینگل میمونی چون اینی که تو میخوای و باید بدی بسازی. آخه کسی که صبوره و مسئولیت پذیره هیچ وقت فان نیست و کسی که فانه هیچ وقت. من قشنگ تایپا رو من میدونم. ببین اینا من هم مسئولیت پذیرم، هم صبورم، هم با عرضم، هم فانم. آخریو نیستم ولی یاد میگیرم. یاد گرفتن حالا صبوری رو که یاد نمیگیری چون اگه قرار بود یاد بگیری من بهت یاد دادم. ناز کشیدن نمیدونم دیگه، باید بری یاد. میشه چرا میشه. شما به پی وی من مراجعه کن. من یه مورد همه اینا رو ما داریم. دارم شیر دادم به یه پسر بچه نهایتا 30 ساله رو میخواد. شیر موبایلم به تلویزیون بس بود. آبرومو جلو فامیل بردی. نوتیفیکیشن توییت اومد واسه صف تلویزیون. چقدر بده. بابا چرا توییتر اینطوری آخه؟ برای منم میاد مثلا یه دفعه یه نوتیف میاد باز میکنم اصلا میترسم. چرا گوشت و وصل به تلویزیون جلو خانواده؟ این چه ریسک بزرگی بود تو با خودت تو زندگی کردی؟ میذارن یه عکس فیلمی نشون بدن. وای این که با فشار شدید داره با فوش همه اینا اومد. موی فر واقعا کدی و دهاتیه. کلا کدی یارو کچله. کلا کچله. ارفان جون حالا آشتی کن با مو آشتی کن. دورت بگردن برگرده. حالا این وسط کرمانی‌ها ناراحت شدن که چرا بهشون میگیم تریاکی. توریست ایسلندی که در حد چند ساعت اومده بود کرمان رو تریاکی کردن. زبونش هم درازه. واقعا این اروپایی‌ها سیوایوال اینستینکت ندارن اصلا. یکی رندوم بردتت خونه هرچی دادو باید دود کنی. یاد یه چی بود بیهوش بشی بذارن. من
من این چیزا رو که میبینم، این مستندی ها رو که میبینم دقیقا همینجوره. یارو میره هرچی بهش میدن میخوره، هرچی بهش میدن میکشه. آره اصلا نمیدونم. داداش تو درست میخوای تجربه کنی همه چیزو، ولی دیگه همه چیزو دیگه بیخیال. وای خدایا. بنده خدا اد شیرن این همه آهنگ خونده، بعد من 2 روز ورژن احمد من افتادم کثافت افتاد دیدم. خداست. یعنی ببین میخوام بذارم آهنگ گوشیم انقدر خوبه، خیلی نوتیف میاد بگه احمد من افتادم کثافت. من نمیفهمم چرا همه فشارها روی درونگراهاست که حرف بزنن و اجتماعی باشن. چرا یکی به برونگراها نمیگه برای 1 دقیقه هم شده دهنت رو ببند و با هم حرف نزن. ما جدیدن دیدی چقدر کلاس داره؟ او مای گاد من درونگره هستم. بابا برو گم شو. من ADHD SSD دارم. اون یه چی دیگه هست. چیه؟ HPV آره. HIV داداش اونا رو که داشته باشی یه قبر رو خودت بخر، کلاس نداره. والا ده سرویس من درونگرا هستم. والا قدیم بهش میگفتن اسکل منزوی. من نمیگم، قدیما میگفتن. آره به خدا همینه. والا چقدر بدم میاد. من نمیدونم شهروندشناس که درونگرا بودنم و در بیام. میخوام تو خودت با خودت در بیاری، نه بری. چیه؟ اینا چیه رو صفحه؟ اینا مال منی. شرکت لوازم آرایشی اوزون شکل بسته‌بندی محصولاتش رو تغییر داده و فروشش 700% رشد کرد. هنوز کسی دلیلش رو نفهمیده. شعار تبلیغاتشون داخلش برای بیرونت و بیرونش برای داخلت. خیلی به نظرم ایده خوبی بود. به نظر من خیلی ایده خوبی بوده. خیلی ایده خوبی بود. آفرین. منم حتی الان تحریک شدم که بری تراشکار. عطرای بهار این شکلی میزنم. هیچ وقت اولین باری که تاتو زده بودم یواشکی و یادم نمیره. بعد 2 سال داداشم دید، منم از ترس سکونم که نره به بابام بگه، خودم رفتم به بابام گفتم. بابام داشت آفتاب میگرفت. بابات داشت آفتاب میگرفت؟ بابام داشت آفتاب میگرفت. گفتم بهش، یه نگاه بهم کرد، گفت خیلی کار بدی کردی، 20 دقیقه دیگه بیدارم کن نسوزم. مطمئنی بابات بود؟ بابات مگه ماهیه که مثلا تنگی؟ یعنی چی؟ از پدر که آفتاب میگرفته انتظار جنگ و دعوا داشتیم مگه؟ اون بابایی که سولار آفتاب میگیره بابات آفتاب میگیره؟ مهربون باشه، یعنی خیلی مهربون باشه. بایکی رفتم توی ترافیک پیاده شد، از صندوق عقب ماشینش یه فلاسک با 2 تا لیوان شیشه‌ای در آورد. گفت سورپرایز چای میزنی که؟ اگه قهوه می آورد این حرکتش چیپ بود، ولی چایی؟ تو بیا سوار ماشین من بشم، من برات عرق سگی میارم من پشت. من اولش فکرم همینه. من انتظارشم مثلا یه رفت چیز آورد. اوکی چای آورد. دمت گرم. روز 4 آپریل روز جهانی حیوانات ولگرده. روز اکس هم مبارک. روز اکس مگه روز جهانی خر نبود؟ من اون روز رو بهش تبریک گفتم. میگم اینا چه داخل رابطاتون مگه چه اتفاقی میفته که اینقدر از اکساتون متنفرید و اینجوری؟ از طرف متنفر میشن دیگه. بابا باشه، بعد چقدر مگه چی کار کرده؟ خدا رو شکر من تو همچین رابطه یه کاری کرده که دیگه به این اکس شده اکس. آره دیگه. اگه کاری نمی‌کرد که بچه یه چند سانت باشه خوبه جدا. واسه چه کاری؟ تو فکر کن برگردونن. وات تو فکر کن برگردوندن کتلت تابه. یعنی چی برای چه کاری دارم؟ تو چی باش چند تا کار انجام میدی؟ آقا مولتی فانکشن خیلی کار میشه باش کرد. من حوصله‌ام سر میره. نمیزنی که. به خدا قسم من سیستم تهویه خونه رو اجرا میکنم. چه داشت سیستم تهویه خونه یه جا دیگه خیلی کارایی داره. چوب لباسی. خب
لباس آویزون کنی. کیسه مثلا دستت بندم توی کیسه مثلا آویزون کنی. آره ادامه نمیدیم بقیه‌شو نمیتونم براتون بگم. بیاید تو کانال تلگرام بقیه‌شو اونجا براتون با رسم شکل. بچه‌ها دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو هم نگاه کردید. حتما تو کامنت ها برام بنویسید چه کارهای دیگه ای داره. کامنت ها برتر آتیش من میرم تو تاپ.